پایگاه خبری مدوزا با تکیه به منابعش می نویسد شعبه سیاسی ماموریت پرزیدنت روسیه برای راه ندادن نامزدها به انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی این کشور محدودیت‌های را جاری کرده است. به گفته منبع این رسانه، در انتخابات پرزیدنتی روسیه که سال 2024 برگزار می‌گردد، شرط اول برای نامزدهایی که به کرسی پرزیدنتی با پوتین وارد رقابت می‌شوند این سن و سال است. پوتین ماه اکتبر به سن 71 می‌رسد و طوری به نظر می‌رسد مسئله سن و سال او به یک درد سر به کرمل تبدیل یافته است. نامزدها باید نه کمتر از 50 سال سن داشته باشند، زیرا در صورت به انتخابات راه یافتن نامزدهای جوانتر اهل درک می‌کند که پوتین دیگر نه اون پوتین قبلی است که در وقتش با یک شور و شر به سر قدرت سیاسی آمده بود. او الکی یک موی سفید سال خورده است و توان اداره کشور را ندارد. افزوده است این منصبدار روس. بنا به باور تکنولوژهای سیاسی کرمل محض عامل سن و سال نامزدها میتواند باعث شک و شبهه اهالی روسیه نسبت به قدرتمندی پوتین گردد. از این رو دستگاه پرزیدنت روسیه بجز از پوتین فعلا 70 ساله 3 نامزد سال خورده دیگری را از 3 حزب سیاسی روسیه، حزب کمونیست یا کپرف، حزب ژیرینوفسکی LDPR و حزب نوی لودی وارد روی خط نامزدی به کرسی پرزیدنتی کرده است. حزب سپراودلیوی روسیه یکی دیگر از حزب‌های ساخته کرمل باشد، از رقابت کناره‌گیری میکند و رهبر آن سرگئی میرونوف گفته است در انتخابات از پوتین حمایت میکند. همچنین در کرمل به خلاصه اومدند که باید از حزب کمونیست رهبر آن گنادی زیوگانوف در انتخابات اشتراک کند، نه مثل انتخابات سال 2018 که آنها نامزد جوان پاول گرودینین را پیشبری کرده بودند. در مورد رئیس حزب LDPR لیانید سلوتسکی که 55 سال دارد، تکنولوژهای کرمل موافقند که موضوع نامزدی خود را گذارد. خود سلوتسکی نیز خیلی رغبت نشان داده است که تا در انتخابات پرزیدنتی اشتراک نماید. بنا به گفته منبع مدوزا که در دستگاه پرزیدنت روسیه فعالیت میکند، سلوتسکی یک شخص خودنما است. بسیار میخواهد که در مرکز توجه عامه قرار گیرد. از حزب نوی لودی نیز باید به کرمل رئیس آن تاجر الکسی نیچایف نامزدی خود را گذارد، ولی خود نیچایف به این پیشنهاد کرمل راضی نیست. بنا به گفته منبع، نیچایف میداند که کرمل در انتخابات پرزیدنتی به او اجازه گرفتن رأی زیادی را نمیدهد. از همه زیاد به او شاید 2% آوازها را بدهند. از این رو الکساندر نیچایف نمیخواهد به خود لقب لیوشای 2% را بگیرد. خود نیچایف پیشنهاد کرده است که از حزبش نامزدی ولادیسلاو دیوانکوف را پیشبری کند، ولی در کرمل گفتند که اولا دیوانکوف همگی 39 سال دارد و ما با سن سال او مشکلی داریم. بعدا شاید او در رفت معرکه‌های تبلیغاتی پیش از انتخاباتی میتواند فکر مردم را در مورد پیر و سال خورده بودن پوتین بیدار کند. بنا به نتیجه های نظرسنجی که در ماه مای امسال در بین اهالی روسیه گذرانیده بودند، پرسش ها نشان دادند که از سن و سال پوتین ناراضی اند. در دستگاه پرزیدنت نیز این نظرسنجی را جدی گرفته به طور مخفیانه نظرسنجی گذرانیدند که واقعا اهالی از سن و سال پوتین در تشویشند. به گفته منبع مدوزا حتی منصبداران پس از 70 سالگی پوتین به او با دیگر چشم می‌نگرند. اگر پیش او را اطرافیانش و شخصان با نفوذ روسیه شخص اول، شیف یا پدر مینامیدند، اکنون در صحبت‌های خصوصی او را دید به معنای موی سفید یا بابا صدا می‌کنند. پوتین از سال 1999 رهبری روسیه را در دست داشته. در دوره حکومت خود تقریباً همه مخالفان خود را از صحنه رفت و 10 نفر آنها را زندانی کرد. به انتخابات پرزیدنتی روسیه نامزدهای مخالف را داده نمی‌شوند و در برابر پوتین تنها چند نامزد خودی و آن هم تنها با مقصد دموکراتی و الटरनेटिव्ی نشان دادن این معرکه ثبت نام کرده می‌شوند. پوتین اخیراً با تغییر قانون اساسی روسیه حق تا سال 2036 دوام دادن ریاست خود را به دست آورد. اگر عمر وفایش کند سال 2036 او به سن 84 میرسد.